مثل قبلا راد لزبیر میکنه. راد میگه اکادوش برخو اگر مثل گلوی بکنه که مثل قبلا، باید پیمان کنید که امونش لما آدم داشته باشه. با اکادوش برخو اگر یه ایسوسی داشته باشید، یه فکر مثلا میگید تا به سه مثلا میتوا همش آدم نکنه و امونش لما نداشته باشه، سر جا باید خدا جریمتون بکنه. مرزا همی نمیخواد جریمتون کنه، مثل گلوی نمیکنه. אבל תספר לו את הסיפור עם ההוא שנסע עם חברים שלו לאומן ועשה שלום ככה לציון עם התאונה. הרבה סיפורים סיפרתי. תספר את זה. הרבה סיפורים. תספר. נו, תספר את זה רגע. میگه حرف 6-7 سال پیشه، اینا که ما میریم اومن و اینا خیلی اصلا دست جمعی میان، دست جمعی. مثلا ما که داریم میریم، ما فقط تنها نیستیم، ما دست جمعی هستیم. اونجا همون میریم توی خونه اینا، چندین سال با هم هستیم و اینا. خیلی هم اینجوری میان دست جمعی. و بعد یه دست جمعی یه گروهی بودن میخواستن برن، با این به این میگه بیا امسال بریم اینا، اون میگه من پارسال بودم خوب بوده اینا. خلاصه توی دست جمعی 10 تا 15 نفر بودن. بعد 2 تا برادر بودن توی دست جمعی، و یه برادر هم میاد، برادر دومی و نمیخواد بیاد. اینا دوست همشون با هم اینا میگن چرا نمیاد، بیا همون باش خوش باش. میگم بسیده شما کمی داتی هستید، من اصلا دورم با این کارم. این بروبر یه هفته قبل 2 هفته قبل از اومن یه جور روش فشار میذارن و اینا ایش میکنن و که ببرنش. تو میره باشون میرسن اومن. اونجا هر کی میرسه اومن زودی یاد پیش قبر ربی نخوان و کم تفیلا میخونه و اینا. بهش میگن بیا الان اومدیم اینجا اینا، بیا پیش قبر و اینا. سه شما بیرید بعدن من میام. روز اول زیرش در میره، میگم بیا تفیلا بخون، میگه بسیده بخونید من میخونم. اونجا عشقی باشون میمونه ولی نمیاد تفیلا و نمیاد افیل پیش قبر ربی نخوان و اینا. افیلو نه 4-5 روز اونجا بودن و اینا. روز آخر که میخوان رد شن میگن بیا دیگه روز آخره، بیا اونجا فقط بگو سلام، یه چیزی بکن به ربی نخوان و بریم، داریم میریم امروز. میگه نه سده بعدا زیرش در میره. همین قبل است که دارن میرن سوار اتوبوس بشن برن فرودگاه، میگن ببین فیلوی تفیلایی نیومدی، تو نیومدی سر قبر رو دستت بالا کن بگو ربی نخوان بای بای. میگه بسیده داری همین بخنده اینجوری، میگه بسیده ربی نخوان بای 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 اینا. میرن سوار اتوبوس میشن و برمیگردن اسرائیل. بعد از 2 ماه 3 ماه تصادف میکنن اون پسر رو. تصادف حسابی میکنه و تو تصادف مگن دوید و اینا میان، دکتر اینا میگن نه و نه وزش مرد. همین جون که میگن مرده، نشامش میره تو شمایی، آدم طبیعی زود نشامش میره بالا. نشامش میره بالا، میخوان ببرنش تو داغستانی و اینا میشپاتش بکنن. سر جا ربی نخوان صدا میزنه میگه ولش کنید، مشاشرا پیش من بوده. تلمید جدیده. ده تلمید جدید ولش کنید. میخوای میشپاتش کنیم اینا کنیم، ولش کنید. گوشلی ربی نخوان خیلی آقا سخوتش بلند، خیلی سخوتش بلند. من هر کی میاد پیشش بی خودی نگفته من از تو جهنم میارمش بیرون. برای چی براتون تعریف میکنم تا آخرش بفهمید. خلاصه میخواستن جریمش کنن و دادگستریش بکنن اینا. ربی نخوان میگه ولش کنید. میاد پیشش میگه تو روز شنه پیش من بودی، میخوای برگرده پایینا؟ میگه
شنبه نگهدار، تورا و میتوا نگهدار و اینا، میگه بسیده امرو سر یه شیوان آقا برمیگرده، نشامش برمیگرده، دکتر ندیو نمیشن، میگن این مرده بود از دور زنده نمیشه، نشامش میاد تو بدنش، امروز زنده امروز زندن و با خودشی بس. تو یه حرف خیلی وقت هم 7-8 تا پیشه یه حرف خدا آقا نوشته، ربی نخوان به خودی نگفته، هر کی بیاد پیشمون یه قرون صدقه بده و تیکون کلالی بخونه، از جهنم من میارمش بیرون. خیلی اتفاق است، خیلی مردم خربیسن است، 40,000-50,000 نفر میان اونجا و اصول نیست، ما نمیریم مانون خمش کخابیم بهترین اینا، اونجا سخته. توی اتاقه ما یه اتاقه که دست به اینجا 10 نفر خوابیدیم مثل مالون نیست بخور بخوابه عشق، ولی شاد آدم میفهمید اونجا همه میگن میخندن، فکر ایران نیستن. אבל לא היית רוצה בחנוכה? סיעה קצרה, שלושתנו. בעזרת השם. הולכים ובאים. והארגונם דרנם ידענוס. תגיד לי סבבה. فقط پول فقط هواپیماش $1,000. روش השנה خیلی گرونه، ولی که مردم میخوان خیلی گرونه. اگه وسط سر بخواید بیارید 250 میلیون رفته مگه نه وسط سر روش نه. آن روز پنجشنبه بود کارت سر خریدم، چهارشنبه استیخم من 3 تا بچه‌مو 2 ماه 5 تا کارتیس خریدیم، نفری $1,000 فقط پول کارتیسو ما هستن میدیم. خب وای تموم نشد که اونجا تو اتاق که میخوایم بخوابیم $300 باید بدیم، $300 هر نفر. تموم نشد. پول خوراک از اینجا ما میدیم، پول نیمچه ابا چرا تو خنوکه عذاب زی بعد پول او بر نفری تقریبا $2,000 در میاد تقریبا، همش حساب بکنید دور و برش و تشترش و اینا خرج و برج $2,000 نفری در میاد. با $2,000 میتونی برید آمریکا 2 هفته بخورید و بخرید. $2,000 مشکل میشه 8,000. ولی قول داده پولو بهتون برمیگرده. براتون تعریف کرد چند مرتبه که اتفاقی که مردم دیدن با چشون دیدن پولو برگشته دستش.